خب دوستان، در این جلسه قراره که ما با چارت آشنا بشیم، بدونیم که در واقع اصطلاح چارت چیه و قراره که چگونه اون رو بخونیم. یعنی یک کتابیه که باید اون رو خوند و از اون نتیجه گرفت. خب برای این کار بنده یک تصویری آماده کردم برای شما که قبل هر چیزی دوست دارم که این رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خب این شکل چارت که متشکل از مربع‌هایی هست که شماره گذاری شده از B1 تا B12. حالا این بی ها چی هستند؟ یک اصطلاحیه که برای خونه استفاده میشه. خب همون یک تا 12ش رو اگر شما در نظر بگیرید به این ترتیب که خونه اول شروع شونده چارت ما هست و به ترتیب خونه دوم 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و نهایتا 12 تا خونه داریم توی چارت. نسبت به چی؟ نسبت به منطقه البروج ما 12 تا برج داریم، یعنی همون ثوابتی که در جلسات اولیه معرفی کردیم که ثوابت چی هستند. خب نسبت به اونها ما 12 تا خونه داریم که بروج و کواکب در اینها در حال چرخش هستند که حالا با هم دیگه صحبت میکنیم که برج چیه، مقصود از صور فلکی چیه، یا مثال یک کوکب چیه، چرخش اینها چجوریه، کدومش در کجا شرف داره، در کجا حبود داره، در کجا چه حالتها و خاصیتهایی داره. اینا رو با هم دیگه قرار صحبت کنیم. منتها من خواهشی که از دوستان دارم اینه، به خاطر کیفیت کلاس ها و به خاطر اینکه آموزش رو بهتر یاد بگیریم، صرفاً و فقط اون جایگاهی که بنده اعلام میکنم رو قراره نگاه بکنیم و تفسیر بکنیم، نه چیزی که در چارت نشون میده. یعنی فعلا با همه اطلاعات چارت ما کار نداریم. متوجه شدین چی میگم؟ ما الان اینجا مثال میگم، ببینید تاله داریم، خونه اول رو همیشه تاله میگن. خب در خونه اول ببینید برج هفتم نشسته، عددی که زیرش نوشته برج هفتم مربوط به برج میزانه. خب تاله نشسته، جلو تاله یک درجه نوشته شده 9 درجه و 49 دقیقه. خب حالا یک تعداد اطلاعات دیگه ای هم داره، مثل اطلاعات اسامی کواکب که از عطارد شروع میشه تا شمس و زهره و حالا زم چیه یا رأس چیه. با اینا هم از لحاظ آسترونومی ابتدا باید صحبت بکنیم، بعد وارد احکام آسترولوژی این دوتا سیاره در واقع خیالی بشیم. زحل، قمر، مشتری، مریخ. همینجور یک از نسبت به حرکت هایی که در طول سیستم خورشیدی دارند، اینها در چارت برای ما نشون میده، محاسبه میکنه نرم افزار و برای ما نشون میده که اینجا هر کدوم از اینها در کجا قرار گرفتن، رجعت کردن یا در شرفشونه. حالا یک تعداد اطلاعاتی هم از لحاظ آسترونومی برای ما اینجا به صورت رنگی نشون میده نرم افزار، که حالا در خصوص همه اینها صحبت خواهیم کرد. صرفا این جلسه ضبط شد که برای دوستان ترتیب چارت رو نشون بدیم که این شکلی که مشاهده میکنیم یک ترتیبی داره. خب که به این ترتیب چارت الماسی گفته میشه و قراره که ما در تمام طول دوره با چارت الماسی پیش بریم. حالا چارت ها انواع مختلف دارن که دو تا از اونها مشهوره. یکی چارت دایره‌ایه، دایره‌ای شکل برای شما نشون میدن این اطلاعات رو، و یکی چارت الماسی که به این شکل در حالت یک مربع یا مستطیل 12 تا خونه به این ترتیبی که صحبتشو کردیم برای شما نشون میدن که خونه اول همیشه طالعه، یعنی اون ستاره است که در شرق ترین نقطه، یعنی طلوع ارض جغرافیایی شماست که در اون شهر زندگی میکنید. مثال من برای شهر تبریز این رو آماده کردم که 38 درجه و 4 دقیقه برای من عرض جغرافیایی نشون میده. متوجه هستین چی میگم؟ نرم افزارها کلا با یک طول و با یک عرض کار میکنند، یعنی با یک دید دو بعدی دارن به قضیه نگاه میکنن، برخلاف اون که باید سه بعدی نگاه میکرد. ولی خب اینم نقص نرم افزار خواست بماند. پس این جلسه صرفا برای معرفی چارت که
ترتیب چارت ما چگونه هست ضبط شد که دوستان این رو متوجه بشن.